دیگر از این بازی های بیشتر و اولین پارتی که من کراش خیلی ریختمشو و بچه اگه میخواین کپسولو و تیز داشته باشه به این مکان، یعنی این مکان، اگه به این مکان رو بزنین و باید اینجا بشین، این و این را بزنین و براتون بشه شد و براتون میاره کلاج آماده میشه و بچه اول بریم تستش کنیم و بیایم لیتس گو. فعلا بچه ما وارد اینجا میشیم و شهر دوم میزنیم. بچه واقعا باورتون نمیشه اون تو چیا هست، واقعا هیچ وقت باورتون نمیشه اون تو چیا هست. بچه وارد بازی بشیم. بله اگه ماشین روشن کنین و گاز بدین و روی تیز زمین براتون میره و کپسول و بچه گاز و کپسول رو نگه داریم و بچه اگه اونو بزنیم اتوماتیک داره و میتونه شما رو بلند کنه. شما که اگه بلند کنه واقعا خفن میشه و میتونین باحال برین. و بچه ها یه تست کوچولو، اگه اینا رو کودا کنیم میفهمیم و بعد نمیتونیم انجام بشیم. بعدش که بلندش میکنین رد میشه. و بچه یه چیزی ازتون میگم، این تیز قرمزه که اینجا براتون اومد، اگه رومون بزنین و بیانین سایتش کل اینا رو کلا تیز کنین، سبز کنین و بالا رو تیش رو سبز کنین و میتونین بیاین بیرون و روی حالت تیز بزنین و انقدر بلندش کنین که چرخاتون روی زمین نباشن و بچه انقدر میتونین بزرگش کنین که نتوانین انجامش بدهید. پس بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و بچه اگه میخوام برگردیم به حالتش دوباره رو همون میزنیم و همه چیشو قرمز نگه میداریم. بچه به همین سادگی. بچه اگه بیان بیرون میره بکنم. بله من تاشکنی تازه میریختم و زیر زمین میره. خب بچه پایینش کنیم. فعلا خداحافظ.